امروز 12 فروردین ماه هست که من برای 4 عنصر آب، باد، خاک، آتش فال میگم. ابتدا از عنصر آتش شروع میکنیم. فروردین، آذر و مرداد ماهی ها. بر سر دوراهی موندین، ناراحت، این حکم امضای براتون هست. میگه سعی کنین جربس و دوا نداشته باشین و اینکه رو پای خودتون میسین، حرفتون رو پیش میبرین و از ناراحتی، غم، غصه رهایی پیدا میکنین و کسانی که احساس بیماری میکنن شفا پیدا میکنن. برای عنصرهای خاک، دی، اردیبهشت و شهریور ماهی ها میگه پیشنهادی براتون دیده میشه. اونایی که با شوهرشون یا دوست پسرشون، با دوستشون یه خورده مشکل دارن، مشکلشون حل میشه و نگرانی هایی که دارین براتون برطرف میشه و کسانی که پسر بزرگ دارن خونه کارش حل میشه. برای آقایون جوان مشکل کاری و مالیشون حل میشه. خبر خوشحال کننده رو خواهند داشت. برای عنصرهای باد، مهر و بهمن ماهی و اینا نشون میده که اینا بر سر دوراهی هن. ناراحت نباشن. ناراحتی که دارن برشون پوچ میشه و از سمت شخصیت های قانونی یا پزشکی خبر رو میشنون، از تاریکی به روشنایی میرسن، نگرانی براشون برطرف میشه و شانس یارشون میکنه و به خواسته رسیدن. و برای عنصرهای آبی نشون میده اسفند و آب و ماهینا نشون میده که طی مراحلی اون خواستی که دارن بهش میرسن، یه خورده تو انتخابشون موندن، یه خورده دغدغه ناراحتی دارن. اینا یه فرصتی دست اینا خواهد اومد تا مشکلی که دارن براشون حل بشه. هر کی نیتی داره بپرس، من جواب میدم.